سلام كمسك الختام. پدر جان، سنتان نماز کدوم هایند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، سنت های نماز اینها می باشند: خواندن اذان و اقامت در نمازهای 5 وقته فرض و نماز جمعه، بعد تکبیر تحریمه خواندن ثنا، گفتن اعوذ بالله و بسم الله در رکعت اول بعد ثنا و گفتن بسم الله در رکعت های من بعد پیش از سوره فاتحه. بعد خواندن سوره فاتحه امام و مقتدی با آواز پست آمین می گوید. در رکوع و سجود بیشتر از 3 مراتبه تسبیح گفتن، در وقت رکوع سبحان ربی العظیم و در وقت سجود سبحان ربی الاعلی گفتن، بین قیام، رکوع، سجود تکبیر انتقالات الله اکبر گفته از یک رکن به رکن دیگری نماز گذشتن، هنگام از رکوع راست شدن سمع الله لمن حمده و بعد راست شدن ربنا لك الحمد گفتن، هنگام رکوع و سجود نه کمتر از 3 مراتبه تسبیح خواندن. اینها بودند سنت های نماز. فرزندم، اگر فراموشاً یکی از این سنت ها را ترک نماییم، سجده سهو کردن لازم نیست، چون اگر یکی از واجبات را سهواً یا فراموشاً ترک کردیم، سجده سهو بر ما لازم بود. این از فرق واجب ها و سنت های نماز. پدر جان، آداب های نماز کدوم هایند؟ فرزندم، نماز ترتیب و آداب خود را دارد. رعایت نمودن آداب نماز با آن روح و توانایی می بخشد. بعض شرط های آداب نماز چنینند: در قیام به جای سجده و در رکوع به پایها، در نشستن به زانو، در وقت سلام دادن به کتفها نگاه کردن، در رکوع سجده بیشتر از 3 مراتبه تسبیح گفتند. در وقت نماز همیشه باید در یاد داشت که ما رو به روی الله تعالی ایستاده ایم. اینها بودند از آداب های نماز. پس فرزندم، در وقت نماز همیشه باید در یاد داشت که ما در رو به روی الله تعالی ایستاده ایم. پس فرزندم، هر وقت که نماز میگذاری فراموش نکن که نماز را با خشوع دل بگذار و در وقت نماز حرکت بکن که خیالت به هر طرف نرود. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.